سلام، من فریبا هستم. امروز تصمیم گرفتم هم غذا درست کنم هم یکم از خودم بگم. شاید تجربیاتم به درد یکی از شما هم بخوره، برای من کافیه. من سالهاست که توی ایران زندگی کردم. مادر بودم، یعنی مادر هستم. کار کردم، آدما رو دیدم، تجربه های زیاد کردم. بعدش مسیر زندگی منو آوردش آلمان. بیش از 20 ساله که اینجام، با همه سختیاش، با همه دلتنگیاش و چیزایی که کم کم یاد گرفتم. امروز دارم یه غذا میخوام درست کنم، چون نوه گلم اومده پیشم. یه غذا با ماهی لاکس درست میکنم که خیلی ساده است و فوری هم انجام میشه فوری درستش کرد. یه غذای خیلی ساده، مثل خیلی از چیزای زندگی که ساده، ولی پشتشون داستان هاست. این کانال قراره فقط آشپزی نباشه. قراره از زندگیم بگه، از تفاوت ایران و آلمان بگه، از زن بودن، از مادر بودن، از مادر بزرگ بودن، از تجربه هایی که با جوونا داشتم، از اشتباه ها، از یاد نگرفتن ها و گرفتن ها، و از اینکه آدم حتی بعد از 60 سالگی هم میتونه شروع کنه. من نه استاد دانشگاهم، نه میخوام نصیحت کنم، فقط میخوام تجربه هامو همونطور که هستن باهاتون شریک بشم. شاید یه جا به دلتون بشینه، شاید یه جا لبخند بیاره رو لباتون، شاید یه جا بگید منم همینو دارم حس میکنم. اگه دوست دارید غذاهای ساده و خونگی ببینید، درباره زندگی در آلمان هم از نگاه واقعی یک زن ایرانی بشنوید و گاهی فقط چند دقیقه آروم بنشینید و به حرفای زندگی گوش بدید، خوشحال میشم اینجا کنارتون باشم. ما اینجا الان به مایه لکسمون زردچوبه، نمک، فلفل و رزماری زدم برای طعم خوبش. سعی میکنیم کمی تفت بدیم، نه زیاد، تا چیز باشه. البته من با روغن زیتون ریختم، نباید الان حرارتش هم زیاد باشه. بعد از اینکه کمی تفت دادیم دوبارش رو بهتون میگم چیکار کنیم. یه مدل دیگه از این رشته هایی که اکثر ایرانی ها، بچه ها به خصوص میخورن، داره نوام درست میکنه، منتها با شیر. دیگه چی ریختی ویستا؟ بگو. زردچوبه، نمک، کاری ریخته، و از این پودرایی که توی سوپ میزنن. آره، پودرای سوپ و پودر کاری ریخته. کمی هم میتونه توش پودر سیر بزنیم. میتونیم پنیرم بریزید. بعد که جوش میاد، یه مقدار که جوش میخوره با هم دیگه و رشته‌تون پخته میشه، میتونی پنیرم بریزین توش تا لک لک خوشمزه بشه. خب من این طرف دارم تو همین مایتابه 2 تا قاشق آرد ریختم. حالا من از آرد جو استفاده کردم، بعد میتونه آرد گندم هم استفاده کنین. کمی تفت میدم. بعد که کمی تفت دادم، میتونم تو همین سسشو درست کنم، یعنی باید دوباره شیر بهش اضافه کنم. اینم کمی بذار سرخ شه، یک کمی روی خامیش گرفته بشه. بعد پودر سیر بهش اضافه میکنم یا خود سیر رو میزنم بهش و یک چیزی بهتون نشون میدم. من الان این آرد تفت دادم. کمی من به اصطلاح شوید دارم که خورد کردم. شوید تازه است، شما شوید خشکم که داشته باشه میتونید استفاده کنید. و بعد شکر رو بهشون اضافه میکنم. خب تو چی کار کردی بیستا با اون رشته ها؟ اسم اینا رو من گذاشتم رشته، چون فکر نمیکنم خاصیت غذایی زیادی داشته باشه. پنیرم اضافه کردم. بستگی به سلیقه خودتون داره چقدر پنیر دوست دارین داشته باشه تو این غذا. من سعی میکنم زیاد نباشه، چون ببینین الان دیگه قشنگ کرمیک شده. و یه کمی شاید من شیر اضافه کنم، چون هنوز باید کمی به خاطر شیویدام البته پخته شده. یه کوچولو شیر اضافه میکنم که دوست ندارم اینقدر سفت بشه. یه کوچولو شیر اضافه میکنم.
خیلی ها از خامه استفاده میکنن که دیگه خیلی پرچرب میشه و سالم نیست. بهتره که در همین حد سلامتی رو به خطر بندازیم کافیه. با این پنیری که اضافه کردیم خودش چرب میشه. من الان تقریبا تموم شد، یعنی تقریبانی نداره. این لکسه و سیب زمینیم و اون سسمون که با شیوید آرد و شیر درست شده. خیلی هم خوشمزه است و جاش شما هم خالی.